Ja, ja.
اینم نگاه، این کفگیرتون خوب فشار بدید که پیاز، زردچوبه، نمک، فلفل خوب بره داخل سیب زمینی ها، خوب مخلوط میشه با روغن و اینا، خوب مخلوط میشه. بگو بعد 5 دقیقه. وقتی که سیب زمینیتون ریختی داخل مایتابه، پیازایی که آماده باشه یعنی سرخ شده باشه، وقتی سیب زمینی رو ریختی به مدت 7 دقیقه 6-7 دقیقه که گذشت دیگه آماده. یه تفتی بخوره که از حالت خامگی در بیاد. این حالت انجام میدیم که روغن خوب بره تو جسم سیب زمینی. امیدوارم یک غذای خوشمزه. ببخشید خانم، این غذا چی بود اسمش؟ پخت پیاز. پخت پیاز. اسم این غذا پخت پیاز که بیشتر در استان کرمان، در منطقه کرمان زیاد مردم درست میکنن اینو غذا رو، پخت پیاز. کم روغن نیست؟ وقتی بخورشن آزاد. یه وقتی فکر نکنه کم روغنه، نیست. روغن ها کلا رفته به جسم خود سیب زمینی ها. بعد که پخت سرخ شد ول. آره. یک نوع غذا آذریه، این سری حاضر میشه. سنتی و خوشمزه. سنتی و خوشمزه. ما رب نداشتیم، از سس استفاده کردیم. در کل رب گوجه باید از یک کم که حالت سفیدی در بیاد، زردی. امیدوارم شما همینجور یک غذای خوشمزه درست بکنید. خاموش و غذای ما آماده است. آماده، نوش جان.